سلام دوستان، به یه ویدیو دیگه از کانال آریان یوفو خوش اومدید. امروز یه پک خیلی خفن و بی‌نظیری رو برای شما آماده کردیم. این پک شامل لباس ها و اسکین های خیلی خفنیه، مثل اسکینی که من دارم، و ماشین های جدیدی رو اضافه کرده، مثل ماشین های ایرانی، ابرقهرمان ها و کلی مزایا دیگه که در ادامه ویدیو خواهید دید. پس لطفا ویدیو منو لایک کنید، سابسکرایب کنید و نظر خود رو درباره این ویدیو بگید. بزنید. خب دوستان، این محله است. ما وارد محله میشیم و در بعضی از خونه هم بازه. بیایم اول از همه اسکینا رو ببینیم. این که خودمونیم، این جوکره. نه، خیلی شخصیت های جدیدی اضافه شده. معدن کبوتی، پلیس های جور و جور جدید. و کلی اسکین جدید دیگه هم اضافه کرده که ما حالا اگه بخوایم بقیه همه رو با هم ببینیم وقت ویدیو میره بالا و تایمش زیاد میشه، وقت همه رو نمیبینیم. شما خودتون میتونید بیاید ببینید و ماشین ببینید. 206 ماشین بتمن. ماشینای ایرانی زیاد اومدن. دانکیا 2 نفرم پشت این ماشین 405 نشستن. 405 اسپورت، نیسان. بعضی ماشینای جی تی وی هم آورده. وانه موتور. ماشین ایرانی اسپورت، بیشترشون ماشین ایرانی هست. این ماشین ابرقهرمان است. فکر کنم پروازم میکنه. یه تست میکنه. موتور ابرقهرمان. چه موتوری؟ دو تا تروریست کشته این ماشینه. از ماشینا وقتی میزنی به پشت بقیه ماشینا از روی این ماشینه رد میشن. خیلی باحاله. ماشین پلیسای ایرانی. ماشینای ایرانی ها همه رو اسپورت کرده و کلی ماشینای دیگه هم هستش که ما وقتی بخوایم بگیریم همشونو تایم ویدیو میره بالا. بریم یه شهر رو بگیریم. و بالاخره تونستیم پیداش کنیم. سواش بشیم. واقعا پرواز میکنه. قشنگ پرواز میکنه. بس الکی ماشین نبودش، واقعا پرواز میکنه. آره کلا میتونید با یه اسکین ابرقهرمان قشنگ سوار این ماشینا شید، ماشین بتمن شید، پرواز کنید. بلکه واقعا خیلی خوب. ما وارد اتوبان میشیم. برای اینکه ماشین اونجا خیلی بیشتره. هیچ ماشین بتمن.
ماشین اسپورت، یه ماشین بتمن دیگه. ماشین پلیس ایرانی. ماشین پلیس ایرانی بود، نکنم هیچ ماشین پلیسی مربوط به خود بازی اصلی باشه. از اون طرفم وقتی دارم میام کلی ماشین ایرانی هست. من با ماشین پلیس دست بیشترشون ماشین ایرانی. و همینطور که تو اتوبان که ماشیناش خیلی زیاد بود، وقتی بیشترشون ماشینای ایرانی بود. پلیسا هم اکثریتشون یا شاید هم کلشون لباسای ایرانی پوشیدن. یه دونه کلانه. بازم ماشین بتمن. این مثلا پلیسه. باتونم داره. صدای آژیر ماشینا هم حتی تغییر کرده. خب دوستان به پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون آمده باشه. این ویدیو تنها نقصی که داشت بعد این بود که دور اطراف شهر هیچ تغییر نکرده بود، که اونم توی پک مامورمی که لینکش رو این بالا تصویر میذارم میتونید اونم امتحانش کنید و خوشحال میشم اگه سابسکرایب کنید، لایک کنید و نظرتون رو بهم بگید. و اگه شما هم میخواید این پک رو روی موبایلتون نصب کنید لینکش رو توی کپشن میذارم، لینک تلگرام، اسمش GTA یوفاه، بدون هیچ خط و نقطه ای. خوشحال میشم اگه لایک کنید، بازم دارم میگم، و فعلا به امید دیدار.